خداوند بزرگ در قرآن عظیم شان تأکید میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم الآیه. چرا از هر فرقه ایشان یک طایفه برای تعلیم امور دینی و بیم دادن قومشان خارج نمیگردند؟ یعنی بر همه کس این کار کردن نمیتونه. چرا یک گروه خارج نمیشوند تا علم با آموزنده دیگران را تعلیم دهند و مردم در هنگام مشکلاتی خود حل کردن به اونا رجوع کنند و به اونا رو آورند. عزیزی که قرآن خوندن نمیتونی با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیات به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیات نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام حاکم در کتاب معروف خود المستدرک علی الصحیحین در کتاب تفسیرش جایی که تفسیر آیه متبرکه قرآن می آید که خداوند بزرگ می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جایی که همین را تفسیر میکند و شرح میدهد، از شاه مفسرین قرآن حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت میکند اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اهل الفقه و الدین الذين يعلمون الناس معانی دینهم یأمرونهم بالمعروف و ینهونهم عن المنکر. یعنی میگه که همه اولو الامر اهل فقه هستند، علمای دین هستند، کسانی هستند که معانی دین برای مردم شرح و توضیح میتن، امر معروف و نهی از منکر میکنن مردم. و حضرت میگه فاوجب الله طاعتهم، خداوند متعال طاعتی اینها را برای دیگران واجب گردانده است، واجب گردانده است. فاوجب الله طاعتهم. گروه های سلفی و غیر مقلد اینا دعوا میکنن، حتی بعضی ها وقتی که حجت دلیل مطرح شوه میگن که این حدیث شما میگن این حدیث مرسل است، مقصد که حدیث قطع شدگی ای، زیرا که یکی از راوی های حدیث همونه که از عبدالله ابن عباس روایت آورده است، علی ابن ابی طلحه، اگر چندش ثقه بود اما حضرت عبدالله ابن عباس ندیده بود، ملاقات بینشون واقع شدگی نبود. در صورتی که کسایی که از مصطلح الحدیث آگاه هستند خبر دارن میدونن که نزد اکثری علمای علم حدیث خاصتا در مذهب امام اعظم ابو حنیفه و در مذهب امام مالک رحمهم الله تعالی حدیث مرسل اگر مرسل ثقه باشه قبول است، محتج بهی است، هیچ جای شک شبهه نداره. حضرت خداوندی در قرآن تأکید میکند فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، به صیغه امر از اهل ذکر از علما پرسان شوید، سوال کنید مسائلی را که نمیدونه. ببینید امر کرده است که چیزی را نمیدونید از اهل ذکر سوال کنید، پرسان شوید. آخه هر کس خدای تعالی این امکانیت نداده است که مسائل نازک حل فصل کنه. زی جمله عالمان چارذات قدسی که روحشان با ملائک داشت انسه، شریعت نزدشان علم الیقین بود، طریقتشان بدل حق الیقین بود. همان چار نور مالک بود و احمد، به سوم شافعی نامش محمد، چهارم ابن ثابت نام نعمان که علم داشت همچون بحر عمان. ببینه از میان ملت اسلامی در عصرهای بعد صحابه خدای تعالی مردای را برانگیخت که برای تسهیل سبو گرداندن مسلمانان در امور دینی همه مذهب ها را مطرح کردن، پیشنهاد کردن
اصول استنباط احکام از ادله های شرعی طرحریزی نمودند برای ما و شما بیان ساختند. یعنی همین 4 مذهب حقه که پیروی یکی از همین مذاهب برای مسلمان ها واجب است. اکنون بیایید ببینیم آیا از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچ اشاره هست برای اون که تقلید شرعی جایز هست یا نیست؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث هم امام حاکم در المستدرک علی صحیحین آورده است و تصحیح نموده است و امام ذهبی در تلخیص خود با او موافقت میکند. راوی حدیث حضرت حذیفه ابن یمان است که میفرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر واهتدوا بهدی عمار و تمسکوا بعهد ابن ام عبد. بعد از من شما پیروی و تقلید ابوبکر و عمر را کنید و از هدایت عمار استفاده برید و چنگ به عهد فتاوای عبدالله ابن مسعود بزنید. ببینید حضرت صلی الله علیه و سلم شخصیتایی را که امکان فتوا گفتن داشتند، امکان هدایت ارشادی مردم داشتند، برای ما و شما بیان ساخته است. در روایات آمده است حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه را به یمن فرستاد به حیث قاضی، به حیث فیصله کننده احکام شرعی، میگه با او مراجعت کرد که یا معاذ کیف تقضی اذا عرض لك قضاء؟ ای معاذ گفت وقتی یک حکم را نزدت بیارن تو چگونه قضاوت میکنی؟ حضرت معاذ ابن جبل فرمود اقضی به کتاب الله، گفت با کتاب خدا، با قرآن عظیم شان من فیصله میکنم. حضرت فرمود فإن لم تجد فی کتاب الله، اگر مبادا در کتاب قرآن پیداش نکردی چیکار میکنی؟ یعنی تمام احکام صریحا در قرآن عظیم شان نآمدیان. گفت فبسنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر در قرآن که پیدا نکردم با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجعت میکنم و مشکلی خدمت آسان میکنم، مشکلی مردم آسان میکنم. حضرت با سوالش کرد که فإن لم تجد فی کتاب فی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا فی کتاب الله، یا معاذ گفت اگر مبادا در سنت هم پیدا نکردی، در میان احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم ندیدی، آنگاه چیکار میکنی؟ حضرت گفت اجتهد برأیی ولا آلو، در این صورت گفت اجتهاد میکنم، یعنی با قیاس مسائل به همدیگر فتوا را خارج میکنم و هرگز از سعی تلاش دست نمیکشم. حضرت از پاسخ معاذ بن جبل بسیار خرسند شد، بسیار رضامند قانع شد. میگه دست به سینه‌اش زد گفت الحمدلله الذی وفق رسول الله لما یرضی رسول الله. منزه و پاک است، خدا را شکر ثابت است پروردگاری را که موفق گردان فرستاده پیامبر را با گفتن سخنی که باعث مسرت خوشنودی و رضای رسول الله صلی الله علیه و سلم گشت. ببینید واقعا هر کس امکان این کار نداره. برای این کار انجام دادن شخص باید مجتهد باشه. مجتهد علمای علم اصول تأکید می‌فرمایند که برای آنکه شخص به حد اجتهاد برسه باید 6 شرط در او وجود داشته باشه، یعنی همین 6 کار انجام داده بتونه. از برای خدا این شرط‌های مشکل هستند، خداوند به هر کس میسر نمیگردونه. اجتهاد اصلا امر خیلی مهم و خیلی امر مشکل است که ببینه عصرهاست که در منطقه ما در ماوراءالنهر هیچ مجتهد پا به عرصه حیات نگذاشته است. عصرهاست که در عالم اسلام مجتهدان وجود ندارند، زیرا این کاری هر کس نیست. آخه
کاری هر بز نیست خیرمن کوفتن، گاوی نر می باید مردی کهن. وقتی همون جوان نامی همون عالم افغان شخصی بدست با نام عبیدالله متوکل برای من بیان کرد، خدا و راستی من او قدر همی میل رغبت همی گوش کردن همی چیزا را ندارم، وقت هم ندارم، وقت من کافی نیست که همین چیزا را نظر کنم.